بسم الله الرحمن الرحیم. ابوالفتح جعفری هستم از استان قم، شهرستان کرج و بخش فردوس. با تقریبا نیم لیتر، نهایتا 1 لیتر آبی که حقابه خودم هست از قنات اقدام به اصطلاح ایجاد کارگاه پرورش ماهی کردم که تخم ماهی رو که سالن حسینی میاریم و میخوابونیم و این ماهی‌هایی که الان لارو هستن تقریبا 15 روز دیگه از تو خارج شدن و سطمیل هستن که ما تا هلوش 500 میل اینجا نگهداری میکنیم. بعد از 500 میل هم که بیرون میریم و الان خدمتتون توضیح میدم که الباقی داستان به کجا کشیده. بیرون محوطه هایی داریم، یعنی حوضچه هایی داریم، استخرهای کوچیکی داریم که توش وانای سفیدی تعبیه شده. ما میاییم ماهیایی که از 300-400 میل به بالا میشن وارد این وانا میکنیم که با آبی که دائم روشون میاد میره به صورت چرخشی خدمت شما عرض کنم که تا هلوش 1 گرم از 1 گرم از این وانا میاییم در استخر شماره 2 مون تا هلوش ماهی 4-5 گرم. اینا ماهی‌های 4-5 گرم هستن. از 4-5 گرم حالا اگر به فروش نرسید و زیاد آوردیم وارد استخر شماره 1 مون میشن که اینا ماهی‌هایی تا 12 گرم هستن که مقدار بیشتر از این ماهی‌ها رو ما میفروشیم. خدمتتون عرض کنم که به همون صورت بچه‌ای که هستن، چون آب زیادی نداریم، الباقیشون برای فروش داخلی خودمون و مغازه نگهداری میکنیم توی استخرهای شماره 5 و 6 مون که ماهی‌هایی تا تقریبا 400-500 گرم و ما اینجا بچه ماهی از برج 8 تا برج 3 سال آیندهش به تعداد هر دوره 100,000 تا 120,000 تا برای فروش آماده داریم. ماهی درشتم فروش داریم ولی به اندازه مغازه کوچیکی که خودمون در روستای فردو ایجاد کردیم و به اهالی فردو تقدیم میکنیم. این هم مجموعه کامل ما هستش که ماهی‌های درشتر از این 300 گرم تو اون استخر آخری هم ریخته میشه و در نهایت تمام این آبی که ما داریم از اون سالون وارد یه حوضچه‌ای میشه، آب دوباره اکسیژن دهی میشه بالا سر این بچه ماهی‌ها و از این بچه ماهی‌ها به ماهی‌های درشتر، از این ماهی‌های درشتر به اون استخر بزرگ و در نهایت دیگه به باغات و اینا آبا کشیده میشه. کسی اگر بچه ماهی خواست یا ماهی که در تقریبا اوزان از 1 گرم تا 20 گرم ما اینجا در بس در خدمت شماست. موفق باشید.